سلام، با مبحث گویا کردن مخرج کسرها در خدمتتون هستیم. ببینید بچه ها، با گویا کردن مخرج کسرها سال پیش آشنا شدید. میدونید که هدف از گویا کردن مخرج کسر یعنی اینکه داخل مخرج ما هیچ عدد رادیکالی وجود نداشته باشه. ما یه سری از اتحادها رو پارسال خوندیم. اتحاد مربع دو جمله‌ای بود، اتحاد مزدوج و اتحاد جمله مشترک. امسال یه اتحاد جدید خوندید به نام اتحاد چاق و لاغر. از این اصطلاح استفاده میکنید که ما باید اینا رو بلد باشیم برای اینکه بتونیم این عبارت هایی رو که داریم مخرج هاشون رو گویا کنیم. برای این قسمت الف نگاه کنید، از اتحاد مزدوج استفاده می کنم. صورت و مخرج رو در رادیکال 5 به علاوه رادیکال 3 هم صورت هم مخرج رو باید ضرب کنیم. نمیتونیم فقط بیایم بچه مخرج رو ضرب کنیم، پس باید هم صورت هم مخرج در این عبارت ضرب بشه. جوابی که به ما میده صورتمون بچه یک ضرب در رادیکال 5 میشه خود رادیکال 5، یک ضرب در رادیکال 3 خود رادیکال 3. مخرجمونم بچه اتحاد مزدوجه، به توان 2 میرسه، یعنی میشه رادیکال 5 به توان 2 میشه رادیکال 25. جذر رادیکال 25 میشه 5 منها جزء اتحاد مزدوج هست. رادیکال 3 به توان 2 میشه رادیکال 9، جذر 9 هم میشه 3. صورت کسرمون که خودش میشه مخرجمون میشه 2، پس داریم رادیکال 5 به علاوه رادیکال 3 به روی 2. پس مخرج ما رادیکالش از بین رفت و شد گویا. میریم سراغ بعدی. اینو بچه میریم چیکار میکنیم؟ دوباره در مزدوج مخرج باید ضرب کنیم. در یه دونه 3 رادیکال 2 منهای 4. صورت هم در همین عبارت باید ضرب بشه، برابر است با. خب مخرجمون بچه به توان 2 میرسه، میشه رادیکال 4. رادیکال 4 جذرش میشه 2. 2 ضرب در 9 سه ستان بچه میشه 9 دیگه. 9 ضرب در 2 هم میشه 18 تا. منها برای اتحاد مزدوج فرمول وسط 4 به توان 2 میشه 16. بالا 8 بچه ضرب در 3 میشه 24 رادیکال 2. 8 ضرب در 4 میشه منفی 32. مخرج رو بچه مرتب نویسی میکنیم، میشه 2. صورتمون هم میشه 24 رادیکال 2 منهای 32. میتونید بچه صورت رو از یه 2 فاکتور بگیرید، با مخرج ساده کنید و مرتب بنویسیدش. پس ادامهش رو من میذارم به عهده خودتون. میریم سراغ مثال بعدی. خب بچه باید اینو برای حل این سال، چون توان 3 داره یعنی مکعبه، ما باید از اتحاد چاق و لاغر استفاده کنیم. فرمول اتحاد چاق و لاغر بچه این بود، پس ما از این استفاده میکنیم برای حل این سال. میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که جمله اول باید به توان 2 برسه، پس من فرجه 3 رو میذارم، x به توان 2 رو هم میذارمش کلش رو داخل پرانتز به توان 2 منهای. وقتی اینجا جمعه بچه طبق فرمول اینجا میشه علامتش چی؟ منها. وقتی که بینشون جمع باشه اینجا میشه منها. من دورش خط میکشم که دقت کنید بهش. حاصل ضرب این دوتا در هم، یک ضرب در رادیکال x به توان 2 میشه خود رادیکال x به توان 2 با فرجه 3 به علاوه جمله دوم به توان 2، یک به توان 2 هم میشه خود یک. همین عبارت رو بچه من تو صورتم باید بنویسم، هیچ فرقی نمیکنه. پس عین همین رو داخل صورتم می نویسیم. جواب آخرمون میشه جمله اول بچه
چه اتفاقی میفته؟ یه توان دو داره اینجا، اینجا یه توان دو داره، میشه جمله اول به توان سه. سه با سه ساده میشه x به توان دو میاد بیرون. چون اینجا به علاوه است، به علاوه رو میذاریم. جمله دوم به توان سه، یک به توان سه میشه خود یک. صورتمون خودش میشه x به توان دو فرجه سه کلش به توان دو منهای رادیکال x به توان دو با همون فرجه سه به علاوه یک. مخرج ما بچه رادیکالش از بین رفت و گویا شد. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعد داریم یک به روی رادیکال x با فرجه 3 به علاوه رادیکال y با فرجه 3. دوباره بچه ها چون توان 3 هست ما باز باید چه کار کنیم؟ از اتحاد چاق و لاغر استفاده کنیم. صورت و مخرج رو بچه ها باید در این اتحادش رو بنویسیم و ضرب کنیم. میشه چی؟ میشه x با فرجه 3 یعنی جمله اول به توان دو. چون اینجا جمعه اینجا میشه منها. میشه جمله اول ضرب در جمله دوم یعنی میشه رادیکال x y با فرجه 3 به علاوه جمله دوم به توان دو یعنی رادیکال y با فرجه 3 کلش رو میذارم تو پرانتز به توان دو. همینی که اینجا نوشتم بالا هم باز باید تکرارش کنم برابر است با صورت کسرمون بچه خودش میشه. صورت کسر رو من عین خودش می نویسم رادیکال x با فرجه 3 به توان دو منهای رادیکال xy با فرجه 3 به علاوه رادیکال y با فرجه 3 به توان دو. مخرجمون بچه حاصل ضرب این دوتا اتحاد چاق و لاغره میشه جمله اول به توان 3 x میاد بیرون به علاوه جمله دوم به توان 3 چی میاد بیرون؟ خود y. این میشه جواب آخرمون. بریم سراغ مثال بعد رو میخوایم با هم حل کنیم. اینجا بچه ها چه نوع اتحادیه؟ ما باید از اتحاد مزدوج استفاده کنیم باز. پس میایم صورت و مخرج کسرمون رو در مزدوج مخرج ضرب میکنیم در یه رادیکال x به علاوه یک. صورت و مخرج رو ضرب میکنیم بالا خودش میشه یک ضرب در رادیکال x میشه خود رادیکال x. یک ضرب در یک هم میشه خود یک. می نویسیمش. مخرجمون بچه میشه جمله اول به توان دو. خب یعنی رادیکال x به توان دو x میاد بیرون منها جزو فرمول میذاریمش. جمله دوم عدد یک به توان دو میشه خود یک. پس این میشه جواب آخرمون.